бубои домло ҳам як савол доштем. Як ҳадис омадагия ака аниқ намедонем дар ҷое мега ки Аллоҳи меҳрубон гуфта боша ки пайғамбари Худо гуфта боша ки ҳамин агар шумо ягон гуноҳ накунед Худованд шуморо нест мекунад, ба ҷои шумо як уммат як бандаҳои дигар меофарад ки ба ё ҳам гуноҳ кунанд ҳам бо тавба кунанд. ҳаминро чӣ хел бифаҳмем? یعنی این طبیعتی حیات دنیا هست. اگر شما قسم خورید که من گناه نمیکنم، من یگان خطاگی نمیکنم گویید، همین قسمتون رو میشکنید، یعنی که نمیتونید. بنابراین وقتی که بعضی صحابه ها گفتن که یا رسول الله ما در نزد شما یه آدمی بتقوا گویا که جنت و دوزخ با چشم سرمو میبینیم حس میکنیم، وقتی که در مجلس شما میشینیم ایمان ما جوش میزنه، وقتی که به خانه میریم به بازار میرویم 2 روز 3 روز میگذرد مثلا باز ما دیگر خیل میشیم، در پیش شما دیگر روی داریم، در قفای شما دیگر خیل روی داریم، ما منافق شدیم. گفته حنظله رضی الله عنه اول نزد ابوبکر رفتن، حضرت ابوبکر گفتن که اگر تو این خیل باشی ما هم خیل هستیم. وقتی که به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن که لو تدومون علی ما انتم علیه، اگر شما خیلی که در مجلسی من هستید همین خیل دائمی باشید، همین تقوا همین ایمانی که در مجلسی من هست در وقت صحبت در روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشینند و پیامبر صلی الله علیه و سلم شریعت بیان میکنن، ایمانشون به درجه عالی میرسید. اگر همیشه ایمانتون همین خیل باشد لصافحتکم الملائکه فی الطرقات، در کوچه ها فرشته ها آمده شما قدی سلامت میکردن، یعنی فرشته ها آمده زیارت میکنن یا اولیای الله یا دوستی الله، به نوبت آمده سلامت میکردن فرشته ها اگر همیشه دائمی باشید. ولکن ساعتا و ساعتا، لیکن طبیعت آدمی هست دیگر، انسان نفس دارد، محیط اطراف هست، شیطان هست، این 3 چیز آدم به کاری کج میکشد، به کاری بد میکشد. و طبیعت آدم هم اگرچه آدم نیک باشد، بعضی صالحین هستن توبه میکنن میخواهن گناه نکنن، لیکن گناه طبیعت آدمی هست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کل بنی آدم خطاء، تمام فرزندان آدم خطاکار است و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکارها توبه کننده ها هست. حضرت آدم با وجود اینکه الله تعالی مباشرتاً به یگان واسطه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت آدم گفت که از همین درخت نخور، خوردن، گناهکاری کردن. فعصى آدم ربه فغوى، الله تعالی میگه که آدم پروردگارش را گناهکاری کرد، پیغمبر است، گناه از او صادر شد. لیکن وقتی که گناه از بنده مؤمن صادر شد و تیز به سوی الله تعالی برگردد، پشیمان شود، قلبش سیاه شود، توبه کند، طهارت کند، 2 رکعت نماز خواند، استغفار پرسد، الله تعالی میبخشد. بنابراین در این حدیثی که شما ذکر کردید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما در روی زمین گناه نکنید، الله تعالی آدم‌های را میبیارد که گناه میکنند و توبه میکنند. یعنی که این طبیعت آدمی هست، لیکن معنای آن ندارد که برای شما اجازه از گناه کردن. بله مثلا گاه به نماز دیر میرید به مسجد، گاه در حالت غضب یک جنگ میکنید فرزندتان را، یا یک برادر سخنی ناحق میگویید بعد میبخشید گفته عذر میپرسید و توبه میکنید. یعنی باید همین خیل باشد، خیلی که بر گناه بر دوام باشد. گناه وقتی که کرد آدم در قلبش یک نقطه سیاه پیدا میشه، اگر توبه نکند و عملهای صالح زیاد نکند و اون نقطه سیاه وسیع شده هم میگیرد، کلان شده هم میگیرد، بعد قلبش سیاه میشه، بعد دیگه نه امر معروف تاثیر میکنه، نه نصیحت تاثیر میکنه، نه بلا به سرش بیاد بازگشت کند. کلکوز مجخیا، پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند یک کوزه‌ای که چپه مونده شده است، برای آب نمیدراید، برای امر معروف و نهی منکر و نصیحت بعد دلی آن دیگه قبول نمیکند. اما آن آدمی که یک گناه از او صادر میشد، گاه قصدن، گاه سهوا، گاه نمیخواست و اجرا شد، از نماز دیر کرد، یکی بی‌پروایی کرد که نماز وقتش گذشته است، قصدن نه، قصدن نیش اصلا چای خورده بیا نماز قضا کردیم اکن، نه، بی اهمیتی کرده است، خنوگ نظری کرده است. یعنی در بازگشت به سوی الله تعالی کند، توبه کند،
این الحسنات یذهبن السیئات. بعد اینکه کاری خطا کرد کاری خیر زیاد کند، ثواب صدقه کند، نماز خواند، قرآن خواند، کارهای خیر زیاد کند، گناهی کردگیش سببی کفارش میشد. بله برادر، به همین معنا هست. یعنی طبیعت آدمی هست این گناهکاری. یعنی که سبحان الله میگویم وقتی که معناش چی است؟ الله پاک. الله از الله خطاگی صادر نمیشه. قصدنم، سهونم، ندانستم، فراموش خاطری، الله پاک است. این صفت های ما بندگان از کمبودی داریم. الله تعالی کمبودی ندارد. معنای سبحان الله همین است. یگان صفتی بد، یگان صفتی کمبودی داشته، یگان صفتی نقص، صفتی عیب ندارد الله تعالی. سبحان الله. اما ما چی؟ بنابراین حضرت یونس لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غیری تو دیگر معبودی بر حق نیست. سبحانك، تو از تمام عیب، از تمام کمبودی ها، از صفات های پست پاک هستی. انی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم. پیغمبر اعتراف میکنه، میگه که من از جمله ظالم ها شدم. اما الله تعالی پاک است از گناه. این از فرق الله و فرق مخلوق. الله بی گناه است، غیر الله تعالی دیگه همه به گناه است.